نوریدین رحمان برادر 67 ساله رئیس جمهوری تاجیکستان که بر اثر سکته قلب درگذشت روز 8 اکتبر در مزار مولانا تاج‌الدین ناحیه دنقره در کنار قبر والدانش به خاک سپرده شد. شب گذشته برای ویدا با او رئیس جمهور امامعلی رحمان همراه خانواده‌اش به ناحیه دنقره رفت. خبرنگار رادیوی آزادی از دنقره گفت که اعضای حکومت و چندین مقامدار دیگر تاجیک نیز برای اظهار همدردی به خانواده رئیس جمهور به آنجا رفته بودند، اما خبرنگاران را نگذاشتند که مراسم ویدا و دفن نوریدین رحمان را از نزدیک نوار برداری کنند. از آن پیشتر منابع رادیوی آزادی در دنقره گفته بودند که فعلا تمام راه‌ها به مرکز ناحیه بسته بوده، چاره‌های امنیتی شدیدتر شده است. حکومت تاجیکستان روز شنبه رسما خبر داد که نوریدین رحمان برادر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بر اثر سکته قلب درگذشت. منابع رادیوی آزادی گفتند که او سالهای اخیر از بیماری قند و درد پای سخت رنج می برد. حکومت در اعلامیه خود درگذشت نوریدین رحمان را به رئیس جمهور و نزدیکانش تسلیت گفت و از برادر کلانی او به عنوان انسان نیک یادآوری کرد. به دنبال رهبران دو پلته پارلمان تاجیکستان محمد سعید عبیداللهیف و شکر جان ظهوروف نیز به رئیس جمهور اظهار همدردی کردند. رهبران دو پلته پارلمان تاجیکستان گفتند که نوریدین رحمانوف یگان منصب دولتی نداشت و تنها راهبر خواجگی دهقانی رحمانجان در ناحیه دنقره بود. نوریدین رحمان سال 1950 در ناحیه دنقره ولایت ختلان به دنیا آمده، سالهای زیاد به صفت مکانیزاتور کار کرده است. 2 سال پیش پسر 34 سالش امید جان نوریدین دادستان ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه تعیین گردیده بود.